منافقت است که میگه پاکستان پاکستان پاکستان، اما میکشه مردم خود. ما قطع یک جنرال پاکستانی در یک تلویزیون رویبروی شدم، او بر ما بسیار گپای چتی زد، ما جوابش هم تو پوست کنده دادم. تو باور به خدا کو که بسیار مشکلات یعنی سرچی شد. ما میگم که ما اگر تا وقتی که منافقت پاکستان کشورهای همسایه را فراتر از افغانستان از همسایگیری منافقت از یارا درک نکنیم نفهمیم، ما نه مولای شکار دارم، نه جنرال شکار دارم، نه دکتر شکار دارم، نه سیاسی شکار دارم و نه به خیر وطنم است. ما دکتر ما که دکتر دندان باشه سرطان علاج مرا کنه، ما او را قبول دارم. دکتر دندان باشه هیچ پروا نمیکنه، اما متخصص سرطان پاکستان باور به خدا که ما اعتبار ندارم. بسیاری از کلانای ما را، بسیاری از افغانهای ما را یا پیشکاری های زهر دادن. اینا میال دوا را کرایی میکنه، دواهای را رایی میکنه در طول 20 سال 40 سال 50 سال که ما را از پا در آورده. ایجا یک بازار سیاه حاکم است. تجارای ما نمیخواه که دوای خوب، نان خوب، آرد خوب، چیزی خوب ما استعمال کنیم یا جور کنیم. کارخانه های نمیال بیش از 1500 کارخانه افغانستان الحمدلله داره که در وقت کم و تمش در وقت امارات هم جوده. شیخ چه شد جنرال از اینترنت ضعیفی میکنه. نواب خان میشه برادر میره بگی صرف نمک یک سوال من حیث یک عام افغان عام از پیش پرسان کنم. شما کمی اسلحه را بالا کرده بودین، ورداشته بودین، هدف شما، مطلب شما از این اسلحه بالا کردن چی بود؟ چی میخواستین در افغانستان شوه؟ چی میخواستین کنین؟ اولش 100 روپیه که ماشی به ما داده میشد، نفقه روز روزگار اولادم میشد، درست است؟ نه. لو مشابهتی کشور دیگه طبقه ما دست نگرانی پاکستان و ایران و تاجیکستان و ازبکستان احمد و محمود و کلبی باشیم. طبقه تا وقتی که ما یکی نشیم، تا وقتی که ما یکی نشویم، ازبک و هزاره و